به شعبه وزارت کورهای داخله در شهر ایسور عریضه مرد 66 ساله ساکن شهر مذکور وارد گردیده است که 25 مارس سال 2023 تخمینا ساعت 16:00 دقیقه شخصان نامعلوم در نزد بیمارخانه مرکزی شهر ایسور او را به یگان اساس لطوکوب نموده به زمین افشانیده از جیبش یک عدد تلفن موبیلی تمغه ردمی 11 را تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 2000 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، زن 38 ساله ساکن امین شهر با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. اوید به حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کورهای داخله 2 در نویه سینو با عریضه مرد 34 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که ماه دکبر سال 2022 در کوچه باباجان غفور شهر دوشنبه مرد 31 ساله ساکن امین نویه با روی فریب به باوریش در آمده از او 4 عدد автомашین و تمغه تویوتا کارولا به مبلغ 60,000 سامانی، هوندای سناتا به مبلغ 150,000 سامانی، مرسدس بنز به مبلغ 60,000 سامانی و автомашین تمغه لند کروزر را به مبلغ 190,000 سامانی در عموم همه آنها را به مبلغ 460,000 سامانی گرفته 160,000 سامانیش را پرداخت کرده باقی ماندهش را وعده داده است که در مدت کوتاه برمیگرداند، اما نام برده وعدهش را اجرا نکرده تا حال مبلغش را برنگردانیده است. ضرر رسانیده شده 300,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.